салом алейкум хола. علیکم سلام بچه جان. خالای فاطیما شما میگفتین که از درواز چگونه آمدین به دوشنبه اول؟ درواز پیشته ای پگاهی که میخواستیم تا از ساعت 5 پگاهی تا 5 بگیره دل جگر ما خطا میشه نمیرسیم. در 5 ساعت میرسیم در دوشنبه خبر نکنیم. شما برای تماشابینان جوان ما میگفتین که چند ساله هستین؟ من به جوانان میگم که 65 سالم. 47 سال 48 سال مکتب تیار کردم. امو شعرهای دوره کودکیم تا آج در کلمن. در خونن هم تب خونن دقت به تلفن‌ها ندن بازی نکنن وقتشون بیهوده نگذرونن که این وقت میره و خبر نمیگیری وقت رفت میره. در نزد جناب ولی شما برآمد کردین، در نزد پرزیدنت ما تماشا کردیم، بسیار خوب بود. یگان سخنی بود که شما نتوانستین با پرزیدنت بگویید؟ امو شعری که اخیرم خوندم یک نیترش فراموش کردم، نه که شستریکی کردم زود در اخیرش تیارش کردم که نفهمن آدم‌ها. خوبش هم نه. الها دولتت پاینده و پاینده تر باشد، گلی باغ امید در شکفتن هر سحر باشد. اگر دولت طلب داری دهد حق هر دو عالم را و هر جا پا گذاری دشمنان زیر پا باشد. سلامت باشید. شما در اویله دو نفر هستین، فاطمه زهرا یعنی اپا و خواهر، و درست است که شما یعنی تا حال زهرا رو میزنید؟ خیلی نزمش حالا که پیرشی از باره ترسم من. سلام باشید. این حرمت یکدیگر ما اویله خوبه، ما اویله هم دوست اتفاق و هم دیگر خیلی در این زمانه باز مهر دیده برفته است. تا دوستی نیست، ما خدا راش کر نغزیم هم دیگر صحبت میکنیم دوستیم. یگان لحظه بود که بسیار شما رو حساسی کرد و شما در اون لحظه گریه کرده باشید. کدام میگونه لحظه؟ گریه در میگن به بام. پدرم گذشته شی 51 ساله 45 سالشی تا حاضر گریه میکنن. یاد میزنه. بعد یک امو شعری برادری را خوندم، قریب بگیریم یک دادر 23 ساله گمونی گذشتهش. کدام شعر بود؟ امو شعری مومن خد برادرم و دیدن نقش روی تو با گوش گفتگوی تو هنوز از دماغ من نرفته از بوی تو به جای دور میره و دلم همیشه سوی تو شدم کلان آمدم کنون به جستجوی تو برادرم برادری به جان دل برابرم. نمیشه. سلام باشین. خاله جان چند فرزند دارین شما؟ 6 فرزند خداش کرد، 4 دختره تا پسر. چی کسب و کار دارن؟ او بچه کولی مکتب خون و وقتی بچه من خون بیچاره شرایط نبی که بره خونه. خیلی معلمی بخونده خدا راش که در مکتب قرقان تپه خونده است. خیمی اکلاکی خونده. پدرش خیمی اکلاکی است. معلمه. شما که تقریبا 50 سال پیش مکتب ختم کرده بودید و بیاید از دوره جوانیتون کمتر قصه کنید. خیلی مکتب ها ما خیلی ساز بین معلم ها مستحقیر بین امی زبان ادبیات احساب چی داشت معلم عبدالقادر قاسم عبدالقادر بی معلم نغز بی شعری پر معیات میدا هم حواسمند شیم شعر یاد کنیم مرکم تا حاضر یک ژورنال بیارم یک گازیت چیز بیام میخونه و این حاضر خیک. بعد از برآمدتون در نزد جناب و در تلویزیون ها که بسیار مثلا شما رو مردم دوست داشت شناخت، همسایه‌ها چی گونه نظر دارن؟ چی میگن؟ رفتم تویم دان هم در خرسند اشین که هم تا هروس میاری ماشین هم سری حوالی ده همون در سیگنال دیو تا درون خونه همه یمو ده همو زنامری غنشین پای پیش ما بیومن پیش رازم گرفتن. چی گفتن؟ گفتن که خان تبزه داری پیریت در گپ دونستی. عاشقی در دوران شما چگونه بود در وقتی که در دوران ما حیبو به می ترسیم یک کس نگاه میکرد میگریختیم اون حالی تری نبیای کپی حاضر که دموکراتی آزادی چه خیلی دواش میکردی بهترین یا عاشقی را میدونست مکتب نمیومیم 10 سال خونم نموندن و مکتب مهنتامو برابر باد. حالا باید بعد درواز سفر کنین یا که در دوشنبه چند روز دیگر میمونین؟ حالا بسم خواهرم همی جسته نه خشت بار بسیار انا دخترم یک دخترگم نمی جسته خیلی هفته که من کیم بستم. اگر مثلا اگه نفر شما رو مهمونی دعوت کند میروید؟ نه مهمون کی نرم میگن ما میگم دروازه مهمان ارجمند باشد به درواز راه توشه دهد بعد رفتن باز معنای درواز دانی چی باشد یعنی درش باز به هر کی باشد. با لهجه دروازی یک شعر بسیار خوب گفتید، اگر امکان باشد با تماشابینان ما بگید. بله. خیلی شکم در حولین ما چیکار داری تا بچه دلت میکشه مال نداری تا بچه تا مال بیا دل من راضی که ایستا دل بیقرار داری تا بچه. سلامت باشین. بهترین یک سخنی که شما میخواین بگوین اما یگان نفر از شما سوال نمیکند هست نمیگونه یگان منم خیلی بگم حاضر هیجانی برای چی کمه برای که 65 ساله که هر گپ نزد خزر پیرات گپ زد کردم کوی فرونت هیجانی کمه
اگر یکم سوال دارم فراموش کنم بخوای یک دک از گپ زنه بعد عقب شو سازم. تشکر برای شما بهترین. خوش آمدید به دوشنبه. تشکر که مهمونی ما شدید. رحمت.